سلام و درود رفقا، خیلی خوش اومدیم به قسمت سوم بخش مقدماتی گیتار. خب به این جلسه قراره که آکوردها رو یاد بگیریم با هم. سه نمونه فرم آکورد مینور میخوام بهتون آموزش بدم که خیلی استفاده داره توی گیتار. قبل از اینکه بریم سراغ قسمت سوم یه بگ میزنیم به قسمت اول و دوم، ببینیم که چه تمرین‌هایی داشتیم و یک مروری بکنیم و برگردیم به قسمت سوم. توی قسمت اول یک تمرین انگشت‌گذاری به صورت طولی انجام دادیم با هم که به این صورت بود: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 و تا فرت 12 و برگشتش که به این صورت بود با انگشت 4 شروع میشد: 4 3 2 1. و تا فرت اول قرار بود که این تمرین رو انجام بدیم. خب بچه‌ها، ما تو جلسه دوم هم یک تمرین داشتیم به صورت انگشت‌گذاری کروماتیک بود. نیم پرده نوت‌ها رو می‌زدیم به صورت پایین رونده و بالا رونده انجام میدادیم. یعنی از سیم 6 شروع می‌کردیم، می‌رفتیم سیم 1 و باز برمیگشتیم به این صورت: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. خب گفتیم که حواسمون باشه که مچ دست راستمون به این صورت تکیه‌گاهش یا سیم‌های گیتار باشه یا بدنه گیتار، مچ دستمون حرکت کنه، آرنج کاملا ثابته. خب طرز نشستن و به قولن استایل نوازندگیتون رو هم حتما سعی کنید که رعایت بکنید. خب این جلسه قراره که 3 تا آکورد مینور بهتون معرفی بکنم که تو طول دسته میتونید ازشون استفاده بکنید. خب آکورد اول آکورد لا مینور هست، آکورد دوم ره مینور، آکورد سوم می مینور. خب بچه‌ها، شما برای اینکه آکوردها رو بتونید یاد بگیرید باید به این نکته دقت بکنید که آکورد اول تعریفش چیه؟ تعریف آکورد یعنی اینکه ما 3 نوت رو به صورت همزمان یا بیشتر از 3 نوت رو به صورت همزمان بتونیم به صدا در بیاریم. یعنی چی؟ یعنی که من اینجا 3 تا نوت رو با گیتارم با 3 تا نوت رو گرفتم توی دست گیتار و با دست راستم این 3 تا نوت رو میزنم. خب آکورد یعنی 3 تا نوت یا بیشتر از 3 نوت رو ما به صورت همزمان بتونیم به صدا در بیاریم. خب نکته بعد اینه که نوک انگشتامون رو میذاریم روی فرت. یعنی وقتی میخوایم آکورد بگیریم حتما باید نوک انگشتامون رو بذاریم و فشار بدیم. و نکته دومی که میخوام بهتون بگم اینه که انگشت ها رو ما باید با هم برداریم و بذاریم. یعنی چی؟ یعنی که من آکورد فرضاً ره مینور رو که میگیرم 3 تا انگشتم همزمان برداشته میشه و میذارم روی آکورد بعدی. همینجور آکورد بعدی. خب قبل از اینکه با دست راست کاری داشته باشیم باید آکوردها رو به صورت مجزا، دست چپ رو مجزا آکوردها رو انجام بدیم، تمرین بکنیم که توی حافظه‌مون ثبت بشه و بعد با دست راستمون یک استروم رو سیما میکشیم یا از بالا به پایین سیما ها رو لمس میکنیم به این صورت. خب این نکاتی بود که گفتم اول ویدیو بهتون بگم. خب بریم سر وقت آکوردها. خب بچه‌ها نگاه، آکورد لا مینور از 3 تا نوت تشکیل شده: لا، دو، می. انگشت 1 فرت 1 سیم 2، انگشت 2 فرت 2 سیم 4، انگشت 3 فرت 2 سیم 3، انگشت 1 انگشت 2 انگشت 3. این آکورد لا مینور هست که از سیم 5 استروم میکشیم و میایم به پایین. خب بچه آکورد لا مینور برگرفته از نوت لا هست، یعنی ریشه این آکورد روتش نوتی که شروع کنندش هست لا هست. پس ما از سیم 5 که اسمش لا هست شروع میکنیم. آکورد بعد آکورد ره مینور هست، نوتاش ره فا لا هست که ما میایم رو دسته گیتار پیدا میکنیم نوت ها رو. فا رو اینجا دارم، فرت 1 سیم 1 با انگشت 1، نوت لا رو با انگشت 2 سیم 2 سیم 3 فرت 2،
انگشت سهمون هم روی فرت 3 سیم 2. پس شد انگشت 1 فرت 1 سیم 1، انگشت 2 فرت 2 سیم 3، انگشت 3 فرت 3 سیم 2. به این صورت از سیم 4 که اسمش ریاض میزنیم. خب ما 2 تا آکورد تا اینجا یاد گرفتیم. بعد شما مجزا این 2 تا آکورد رو تمرین کنید و بعد آکورد سوم رو هم اضافه بکنید. یعنی شما به این صورت خب آکورد بعد که میخوام بهتون بگم آکورد می مینور هست. نوت‌هاش می سول سی هست. خب بچه اینجا ما آکورد می مینور رو با انگشت 2 و 3 فقط میگیریم. خب انگشت 2 فرت 2 سیم 5، انگشت 3 فرت 2 سیم 4. به این صورت از سیم 6 میزنیم که اسمش می هست. خب حالا میزنیم تا سیم 2. بعد میزنیم تا سیم 1. خب پس شد آکورد لا مینور. انگشت 1 فرت 1 سیم 2، انگشت 2 فرت 2 سیم 4، انگشت 3 فرت 2 سیم 3. آکورد ر مینور. انگشت 1 فرت 1 سیم 1، انگشت 2 فرت 2 سیم 3، انگشت 3 فرت 3 سیم 2. به این صورت و آکورد می مینور رو هم اضافه میکنیم. خب بیاین دو تا آکورد ها رو با هم تمرین بکنید که زودتر دستتون روان بشه. به این صورت مثلا یه بار بزنم لا مینور، ر مینور، لا مینور، ر مینور. یه بار از ر مینور شروع کن بزن لا مینور، ر مینور، لا مینور، ر مینور، لا مینور، ر مینور، لا مینور. حالا از می مینور شروع میکنیم. می مینور، لا مینور، می مینور، لا مینور. حالا لا مینور، ر مینور، می مینور. حالا سه تا رو با هم به این صورت انجام میدید که راحت‌تر بتونید آکوردها رو تعویض بکنید. سعی کنید برای اینکه آکوردها رو زودتر به حافظتون بسپارید دستتون رو بذارید روی نوت‌های آکورد، همونجا دستتون رو یواش به صورت خیلی آروم بردارید و یه حالت شل کن صفر کنی ایجاد میشه. یعنی شل میکنید انگشتامون رو، حالا صفر، شل، صفر. حالا آکورد بعدی لا مینور، صفر، شل، صفر، شل، صفر. حالا می مینور، برمیداریم میزنیم، برمیداریم میزنیم. اوکی؟ و بعد آکوردها رو که یاد گرفتیم یک آرپژ هم بهشون اضافه میکنیم که تو جلسات بعد آرپژ رو هم خدمتتون عرض میکنم به چه صورت هست. مثلا حالا بخوام یه آرپژ روی این سه تا آکورد به عنوان مثال بزنم که متوجه بشید. خب بچه‌ها تمرین ها رو انجام بدید. سعی کنید که حتما روزی 2 ساعت تا 4 ساعت تمرین داشته باشید. تمرین ها رو جدی بگیرید. اگه سابسکرایب نکردید، کامنت نذاشتید یا لایک نکردید، حتما این کار رو انجام بدید که من بتونم بازخورد پیج رو افزایش بدم و در آینده بتونم براتون تولید محتوا بکنم و ادامه دار باشه این مسیر. خب خیلی ممنون که همراه من بودید. به خدا میسپارمتون تا دیداری بعد. خدا نگهدارتون.